بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. جلساتی در ارتباط با این کتاب مناظره با تفکیکیان و مطالبی که نسبت داده به تفکیکیان، از جمله مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که از این مطالب ایشون میخواد استفاده کنه که مرحوم میرزا وحدت وجودی بوده و معتقد است که غیر از خدا هیچی وجود نداره و هرچی هست خداست. این تعبیر رو در حقیقت در عبارات خودش به صورتهای مختلف به مرحوم میرزا مهدی اصفهانی نسبت داده است و از آثار دیگر تفکیکیان هم به این مطلب در حقیقت استشهاد کرده است. در صفحه 47 از همین کتاب یک نصف خطی را از مرحوم میرزای اصفهانی از این کتاب ابواب الهدی که در قسمت تسهیلات اون از یک نسخه خطی محقق این چاپ ابواب الهدی یه متنی را آورده، از اون اینجا یک نصف خطی را آورده و از اون نصف خط میخواد استفاده کنه که مرحوم میرزا قائل به وحدت وجود بوده و معتقد است که هیچی غیر از خدا نیست. اون نصف خط رو من میخونم، بعد عبارتی که در خود این ابواب الهدی اومده است اون رو هم میخونم، توضیح میدم تا مثل امثال ایشون که فهمشون از این مطالب بر اساس اون ذهنیت منفی که داره لااقل درست بشه. این نصف خط اینجوریه: و معنا کونها بالغیر فی عالم تشبیه کذل شی. حالا من این ترجمه خود ایشون را میخونم. در عالم تشبیه معنای موجود بودن بالغیر مانند وجود سایه شی نسبت به آن شی است. این موجود بودن شی را کونها بالغیر موجود بودن شی معنا میکنه. در تعبیر مرحوم میرزا کون بالغیر یعنی یک چیزی تحقق داره اما بالغیر، تحقق و واقعیت او به خود نیست، به نفسه نیست، بلکه بالغیر تحقق داره، واقعیت داره. حالا بگین موجود است، یعنی یک چیزی هست موجود اما به غیر موجود است. اما مهم بازم این نکته بعدیه که این نسخه چون در خوانش اون نسخه خطی مشکل داشته است، این بنده خدا متوجه نشده که اصلا عالم تشبیه معنا نداره. مرحوم میرزا در اصطلاحات بحث خلقت خودش در اون تقریرات در دوره اول قائل است به این که مراحلی در خلقت وجود داره. یه مرحله ازش تعبیر به عالم مشیت و اراده، بعد عالم قدر و قضا تعبیر کرده است که اون عالم مشیت در همون تعبیر ایشان در آثار اولیش خلقت اشیاست قبل از ماء بسیط و ماده، ولی در نظام معارف دوره بعدش از ماده عالم مشیت و حقیقت مشیت داره به وجود میاد و تحقق پیدا میکنه. پس این عالم مشیت بوده، ولی محقق این کتاب
چون آشنایی با آثار میرزا اون اندازه نداشته است، عالم تشبیه خونده است و به نظر میرسه که این از اون اشکالاتی است که هم در این ابواب الهدی وجود داره، هم در این کتابی که از این ابواب الهدی میخواد مطلبی را استفاده کنه. حالا این کون بالغیر یعنی چه؟ در جلسات قبلی از معارف القرآن اینا را توضیح دادیم، اما چون از هر کتابی یه قسمتی ایشون برمی‌داره و از اون کون بالغیر استفاده میکنه، یعنی غیری در کار نیست، ولی در صورتی که صریح عبارت اینه که غیری در کار، واقعیتی برای غیر وجود داره. اما چرا ذل تعبیر میکنه؟ اینم توضیح داده. بعد در جلسات بعدی از اون قسمت‌های دیگری که در باب ذل ایشون وارد شده اینها را بیشتر توضیح میدیم. اما اون عبارتی که در این ابواب الهدی آمده است در صفحه 122 در تذییلات مقدمه اومده. یعنی این کتاب ابواب الهدی ابوابی هست، یکی از اون ابوابها که شروع میشه مقدمه کتاب ابواب الهدی است. خب در مقدمه وقتی تمام میشه تو این چاپ ابواب الهدی انشارات منیر، تذییلاتی اومده که در اون تذییلات نسبت به اون چیزی که در مقدمه ابواب اومده است یک توضیحاتی از آثار خطی دیگری که منسوب به مرحوم میرزاست استفاده شده. در این مطلبی که اینجا الان اومده است اینه که ان الروح لا یدرک نفسه فکیف یدرک نفسه فکیف یدرک غیره ولولا نور العلم لکان جاهلا بذاته. اینجا بحث از روحه. روح میگه عین علم نیست. این از مطالبی است که مرحوم میرزا در تمام آثار خودش بهش تاکید داره که نور نفس و روح انسان عین علم نیست. اگر نور به این نفس داده نمیشد این جاهل به ذات خودش میشد و به جمیع اشیا جاهل میشد. و کذالک یعکس النور الی انیت ذاته یا یعکس النور الی انیت ذاته فیکشف عن کونها مظلمة. این انسان وقتی اون نور را ازش بهره مند میشه، دارای نور علم میشه، به نفس خودش، به اون نور که نگاه میکنه نفس خودش را مظلم میابه، یعنی بدون علم میابه. و کونها قائمة بالغیر، و این که این نفس قیام به خود نداره بلکه قیامش بالله. این تعبیر به خود نداشتن یعنی قیام بالغیر. الغیر در اونجا در جلسات قبلی از عبارات مرحوم میرزا آوردیم، الغیر یعنی خدا، قیام بالله داره. مثلا میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد. میخوام بگم من به خود قیام ندارم، به خود تقوم ندارم، به خود شیعیت ندارم. شیعیت من چیه؟ بالله. و در اونجا توضیح دادیم چون خدا خالقیتش بالاراده است، پس تقوم غیر خدا به ذات خدا نیست بلکه به اراده و خواست خداست. و کونها قائمة بالغیر بحیث یکون کونها شیعیتها بابم داره و جمیع عوارضها من نومها و یقظتها و صغرها و کبرها و ضعفها و قوتها و صحتها و سقمها و اقبالها علی شیء و ادبارها عنه و موتها و حیاتها کلها بالغیر. ببینین هم شیعیت بالغیره، هم بعد از این که شیعیت برای او به وجود اومد
غیر از شیعیت تمام اون چه به این بر اساس اون تکون او داده میشه که خارج از شیعیت اوست به او اضافه میشه همه بالغیرن. یعنی اصل ذاتش بالغیره، عالم شدنش بالغیره، زنده بودنش بالغیره، صحیح و سالم و مریض بودنش بالغیره. اینا دیگه جای بحث نیست. از اینها کجاش وحدت وجود استفاده میشه؟ فعلا اینجا نقل نکرده این قسمت ها رو. به معنا ان کونها لها واقعیه و لها تحقق ولکن واقعیتها و تحققها بالغیر. به معنای چیه؟ یعنی این حقیقتش، تحققش واقعیت داره. لها واقعیه و لها تحقق. این در مقابل چیه؟ در مقابل کسانی است که میگن آقا این نفس من، خود من واقعیت نداره، توهم، هرچی هست توهم بیش نیست. خود بگه نه واقعیت دارن، غیر خدا واقعیت داره. منتها غیر خدا واقعیت داشتنش بالغیره، نه به نفس ذاتش. به حیث و یشیر الی قیمها اشارتا تکوینیه. کسی که اینو در واقع نگاه میکنه با در حقیقت اراده خدایی را واقعیت دار میبینه که اگر اراده خدا نباشه این نیست. بودنش پس به چیه؟ به اراده خداست. پس این بود را و این واقعیت را وقتی کسی با این معنا توجه میکنه میفهمه که این به خدا موجوده، به خواست خدا هست. و معنا کونها بالغیر فی عالم تشبیه کذل شی. این تعبیر را فقط آورده. حالا میگه اینی که میگیم عالم تشبیه را شما عالم مشیت بگیرین که گفتیم بحث از این که ما الان در هر رتبه‌ای موجود باشیم به مشیت خدا موجود میشیم. اینجا هم داره تعبیر اینو میکنه، یعنی ما به اون مشیت خدا که خواست خداست تحقق پیدا کردیم. تحقق ما وابسته به خواست خداست. مثل سایه که وابسته به یک نوریه. اگر نور نباشه سایه ای نیست، اگر مشیت نباشه این واقعیتی نخواهد داشت. این کجاش وحدت وجوده؟ چرا از این عبارت وحدت وجود برداشت میکنه این بنده خدا از اون عباراتی که در حقیقت در همین کتاب اومده است؟ کاش یه مقدار همه را میخوند یا برای مخاطب همه را میآورد تا مشخص میشد که این مطلب اصلا چقدر از معارف اهل بیت فاصله داره. و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین.